امروز میخوام براتون ساندویچ کباب ترکی درست کنم که فوق العاده خوشمزه میشه. احتیاج داریم به پیاز، قاش، فلفل دلمه و گوجه فرنگی که پوستاشون رو میگیریم و نسبتاً درشت خرد میکنیم. این همون کباب تابه‌ای خودمونه، ترکیب گوشت چرخ کرده، پیاز آب گرفته شده و نمک و فلفل که مخلوط کردم داخل نایلون پهنش کردم و گذاشتم فریزر یخ بزنه. حالا مطابق فیلم برش‌های مربعی میدم. همه این مواد رو داخل تابمون میریزیم، در آخرم گوشت رو روش میچینیم. مخلوط روغن و ادویه‌ای که تو کپشن براتون نوشتم رو روی مواد میریزیم و درش رو میذاریم روی حرارت تا آب بندازه و کاملا بپزه. زمانی که آب انداخت زیر رو میکنیم و میذاریم تا آبش کشیده بشه و با اون روغنی که اضافه کردیم خوب سرخ بشه. نون باگت رو باز میکنیم، بهش سس اضافه میکنیم، داخلش خیارشور میذاریم، از مواد کباب ترکی میذاریم و جعفری خرد شده و پیاز روش میچینیم و ساندویچ کباب ترکی ما آماده است. به هم بگین شما چه مدلی درست میکنین؟ آیا این آموزش رو دوست داشتین؟ درست کنین نوش جونتون.